زادروز ستار بهشتی هستش. ستار بهشتی که از نمونه‌هایی هستش که من نام میبرم از جوانهایی که در ایران به خاطر آزادی من و شماها شکنجه شدن، اعدام شدن، از بین رفتن. اسامی زیادی هستش، همشون رو حفظ نیستیم، ولی از ایرانی های خارج از کشوری خواهش دارم، از کسانی که در ایران هستن میدونیم شرایطشون سخته، ولی شما هم میهنانی که خارج از کشور هستید، شما باید از مردم خودتون حمایت کنید. باید غیرت خودمون رو نشون بدیم. باید نشون بدیم که چه نسل امروز چه نسل آینده ها روی شما میتونن حساب کنن. و به نظر من یک مسئولیت بسیار بزرگ برای تک تک ما هستش و شما با هم از هم حمایت نکنیم نمیتونیم ایرانی آزاد و برابر داشته باشیم. نمیتونیم ایرانی با آرامش و آباد داشته باشیم.